تصور کن در یک فضای بزرگ و فوق مدرن ایستاده‌ای. همه جا شیشه و فولاد است و نورپردازی‌ها خیره کننده. هر طرف رو که نگاه می‌کنی، بازتابی از خودت رو می‌بینی. آراسته، لبخند به لب و کاربلد. اطرافت پر از صداست. یک جور زمزمه همیشگی که مدام از پیشرفت، ثبات و رسیدن به زندگی خوب می‌گوید. ظاهراً همه چیز عالی است. جایگاه اجتماعی مشخصی داری، در دنیای مجازی تصویر محترمی از خودت ساخته‌ای و از آن تاییدهای بهره‌مندی که این روزها مثل اعتبار بانکی برای آدم‌ها عمل می‌کند. طبق تمام خطکش‌های این زمانه، تو یک آدم موفق هستی. اما درست همینجا، وسط این همه درخشش، ناگهان یک حس غریب سراغت می‌آید. چیزی شبیه به آن لحظه‌ای که وسط یک مهمانی شلوغ، ناگهان برای چند ثانیه همه صداها برایت گنگ می‌شود و احساس می‌کنی چقدر با بقیه غریبه‌ای. یک صدای خیلی آرام درونت نجوا می‌کند: این من نیستم. کم کم می‌فهمی این نسخه‌ای که جهان تشویقش می‌کنه بیشتر شبیه یک نقاب است تا خود واقعیت. هرچه برای این ساختارها مفیدتر و کارآمدتر میشوی، در خلوت خودت بیشتر احساس خلأ میکنی. انگار تبدیل شده‌ای به یک قطعه بی‌نقص از یک ماشین بزرگ. اما آن بخش از وجودت که قرار بود در این زندگی معنا پیدا کند، زیر فشار این چرخدنده‌ها در حال محو شدن است. مشکل اینجاست. مدام به ما میگویند هدف زندگی رسیدن به کمال و شادی است. اما در واقعیت، ساختارهایی که زندگی ما را مدیریت می‌کنند، از نظام‌های اقتصادی گرفته تا فضای مجازی بیشتر ترجیح می‌دهند ما همیشه یک جای کارمان بلنگد و احساس ناتمام بودن کنیم. آنها یک انسان بیدار و آگاه نمی‌خواهند. آنها موجودی می‌خواهند که یاد گرفته باشد در ازای دریافت پاداش و رتبه طبق برنامه عمل کند. این سیستم‌های کلان به دنبال آدم‌های پرسشگر نیستند، بلکه مصرف کنندگانی می‌خواهند که برای سؤال‌های عمیقی که در ذهن دارند به دنبال راه حل‌های آماده و فروشی بگردند. در نگاه ساختاری که بر پایه رشد بیپایان و رفتارهای قابل پیشبینی بنا شده، انسانی که واقعاً مستقل باشد و به خودش تکیه کند، یک چالش مدیریت ناپذیر به حساب می‌آید. تا به حال از خودت پرسیده‌ای چرا بسیاری از کسانی که تمام معیارهای موفقیت را دارند، باز هم درگیر تنش‌های عصبی مزمن هستند و احساس فرسودگی می‌کنند؟ چرا وقتی کسی تا مرز نابودی کار می‌کند تحسینش می‌کنیم، اما اگر کسی بایستد و بپرسد اصلاً من چرا می‌دوم، با نگاهی پرسشگر یا سرزنشبار روبرو می‌شود؟ شاید این حس ناخوشایند، این اضطراب مبهم یا این غریبگی با بدن و روحت یک نقص عمل کرد یا یک بیماری نباشد. شاید این وضعیت واکنشی طبیعی به محیطی است که برای روح انسان طراحی نشده است. دنیای امروز از احساس ناکافی بودن ما تغذیه می کند. اگر تو واقعاً از آنچه هستی راضی بودی، خیلی از بازارها از رونق می افتادند. اگر به ارزش درونیت ایمان داشتی، دیگر برای جلب توجه در رقابت‌های پوچ شرکت نمی‌کردی. ساختارهای حاکم بر دنیای مدرن، ناامنی‌های تو را شناسایی می‌کنند و بعد همانها را در قالب یک نیاز یا یک آرزوی جدید به خودت می‌فروشند. آنها نیاز طبیعی ما به ارتباط واقعی را می‌گیرند و یک نسخه دیجیتالی و سطحی را جایگزینش می‌کنند. نیاز ما به معنا را می‌گیرند و به جایش خرید یک برند را پیشنهاد می‌دهند. این احتمال رو در نظر بگیر که شاید همین ناسازگاری تو با این دنیا تنها بخش بیدار و سالمی باشد که از وجودت باقی مانده است. به ما یاد دادند که از ترک‌های روحمان بترسیم و آنها را با لایه‌هایی از کار و نمایش بپوشانیم. به ما گفتند این ترک‌ها عیب هستند و باید سریع ترمیم شوند، اما اگر اینها تنها جایی باشند که حقیقت وجودت میتواند از میانشان خودش را نشان دهد چه؟ اگر همین حس از همگسیختگی تنها مانعی باشد که نمیگذارد کاملاً در زندگیی که هیچگاه برای تو ساخته نشده حل شوی؟ ما میان آن کسی که دنیا انتظار دارد باشیم، یعنی یک شهروند کارآمد و بی صدا، و آن من واقعی که در لایه‌های پنهان وجودمان چیزی فراتر از فقط زنده ماندن را می‌خواهد، گرفتار شده ایم.
ما در قفس‌هایی زندگی می‌کنیم که شاید دیوارهایش را خودمان چیده باشیم، اما نقشه‌اش را دیگران برایمان طراحی کردند. برای اینکه بفهمید چرا دنیا گاهی شبیه زندانی به نظر میرسد که دقیقاً هم اندازه تو ساخته شده، باید به نقشه اصلی نگاه کنی. این حسی که درونت داری اتفاقی نیست. نتیجه یک مسیر طولانی است که تمدن برای اهلی کردن انسان طی کرده است. دنیا خیلی زود به این نتیجه رسید که اداره کردن انسانی که یک پارچه است، کار سختی است. منظورم از یک پارچه کسی است که تکلیفش با خودش روشن است، از تنهایی نمی‌ترسد و ارزش‌هایش را خودش انتخاب می‌کند. برای اینکه بشود روی آدم‌ها حساب کرد و آنها را به سمتی که می‌خواهند بکشانند، ابتدا باید آنها را تکه تکه کنند. یعنی بخش‌های مختلف وجودشان مثل احساس، غریزه و تفکر را از هم جدا کنند تا فرد همیشه در تضاد با خودش باشد و نتواند با تمام قدرتش تصمیم بگیرد. کارل گوستاو یونگ، روانشناس مشهور سوئیسی که مفاهیم عمیقی مثل ناخودآگاه جمعی را مطرح کرده، ریشه این درد را خوب می‌فهمید. او میگفت دنیا از تو می‌خواهد یک نقاب دائمی به صورت بزنی، یعنی همان تصویری که همیشه منطقی، خوشایند و مفید به نظر می‌رسد. اما تکلیف باقی وجودت چه می‌شود؟ آن خشم‌های فروخورده، خلاقیت‌های جسورانه و آرزوهایی که به درد تولید و کار نمی‌خورند کجا می‌روند؟ یونگ می‌گفت ما مجبور می‌شویم این بخش‌های حیاتی را به یک زیرزمین تاریک در ذهنمان تبعید کنیم که او به آن می‌گفت سایه. به ما یاد داده اند که این بخش‌ها زشت هستند، اما واقعیت این است که وقتی از بخش‌های واقعی وجودت جدا می‌شوی، از درون احساس ضعف می‌کنی. انسانی که با خودش صادق نیست، مثل درختی است که ریشه‌هایش را زده‌اند. زود می‌ترسد و به راحتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تو احساس ناآرامی می‌کنی چون یاد گرفته‌ای از همان بخش‌هایی از خودت دوری کنی که می‌توانستند به زندگیت قدرت بدهند. آلدوس هاکسلی، نویسنده انگلیسی که با رمان معروفش یعنی دنیای قشنگ نو آینده را پیش بینی کرده بود، میگفت برای کنترل آدم‌ها نیازی به شلاق نیست. کافی است آنها را با لذت‌های سطحی سرگرم کنی. ما یاد گرفته‌ایم که همیشه در حال مصرف کردن باشیم. اگر تو می توانستی 1 ساعت در اتاقی تنها بنشینی و با خودت در صلح باشی، چرخ خیلی از کارهای غیر ضروری از حرکت می ایستاد. برای اینکه این سیستم بچرخد، تو باید همیشه تشنه چیزی باشی. یک گوشی جدید، یک رتبه بهتر یا یک تایید تازه. تمرکز تو باید مدام از این شاخه به آن شاخه بپرد تا هیچ وقت فرصت نکنی یک فکر عمیق و جدی درباره زندگیت داشته باشی. آنها می‌خواهند تو همیشه کمی احساس کمبود کنی تا برای جبرانش دوباره به سراغ خریدن یا تماشای چیزی بروی که آنها عرضه می‌کنند. ژان پل سارتر، فیلسوف بزرگ فرانسوی و برنده جایزه نوبل که به فیلسوف آزادی معروف است، میگفت ما گاهی به خودمان دروغ میگوییم تا از سنگینی انتخاب کردن فرار کنیم. دنیا به ما نقش‌های آماده میدهد، کارمند، مدیر، دانشجو. به ما میگویند تو همین هستی و بس. چرا؟ چون کسی که بفهمد واقعاً آزاد است و میتواند خودش را هر طور که میخواهد بازآفرینی کند، دیگر مهره مطیعی نخواهد بود. اینجاست که ریشه آن کلافگی دائمیت پیدا می شود. این فشار را می توانی هر لحظه حس کنی، در اضطرابی که وقت بیدار شدن داری یا در خستگی عجیبی که حتی بعد از استراحت هم با توست. اگر این روند ادامه پیدا کند، ما آرام آرام توانایی های اصلیمان مثل خلاقیت واقعی و ارتباط عمیق انسانی را از دست می دهیم و به موجوداتی تبدیل می شویم که فقط بلدند به اتفاقات اطراف واکنش نشان دهند، نه اینکه خودشان زندگیشان را بسازند. بزرگترین اتفاقی که در این وضعیت می‌افتد این است که درد ناشی از این سبک زندگی کم کم برایمان عادی می شود. مثل کسی که خانه‌اش کنار اتوبان است و بعد از مدتی دیگر صدای ماشین‌ها را نمی‌شنود، ما هم به این فشار دائمی عادت می‌کنیم. اما اینکه صدایش را نمی‌شنویم به این معنی نیست که آسیبی به ما نمی‌رسد. زیر پوست این زندگی روزمره اتفاقاتی در جریان است که ظرفیت ما را برای چشیدن طعم واقعی زندگی از بین میبرد. گابور ماته، پزشک و نویسنده مشهور مجارستانی کانادایی که سالها روی رابطه بین استرس و بیماری تحقیق کرده، میگوید بسیاری از دردهای جسمی یا خستگی‌های روانی ما
در واقع واکنش طبیعی بدن به یک محیط غیر طبیعی است. وقتی دنیا از تو می‌خواهد خود واقعیت را سرکوب کنی تا در قالب‌های خشک اداری یا اجتماعی جا بگیری، یک استرس پنهان در وجودت شکل می‌گیرد. سیستم عصبی تو مدام در حالت آماده باش باقی می‌ماند، چون بدنت در لایه‌های عمیق غریزی می‌داند که داری برخلاف میل واقعیت زندگی می‌کنی. این فشار همیشگی باعث می شود همیشه احساس خستگی کنی، حتی اگر تمام شب را خوابیده باشی. در واقع تو داری از درون فرسوده می شوی، چون بخش زیادی از انرژیت صرف نقاب زدن و مطیع ماندن می شود. ویکتور فرانکل، روانپزشک مشهور اتریشی که از بازماندگان اردوگاه‌های کار اجباری بود و کتاب معروف انسان در جستجوی معنا را نوشت، معتقد بود وقتی معنا از زندگی آدم حذف شود، یک حفره خالی در وجودش باقی می‌ماند. دنیا به جای اینکه به ما کمک کند این حفره را با اهداف ارزشمند پر کنیم، ما را روی یک تردمیل لذت می‌گذارد. یعنی دویدن دائمی برای رسیدن به موفقیت بعدی، خرید بعدی یا رتبه بعدی. این یک بازی بی‌پایان است. تا زمانی که سرگرم این دویدن باشی، فرصت نمی‌کنی از خودت بپرسی: آیا من واقعاً خوشحالم؟ تو به یک مصرف کننده همیشگی تبدیل می‌شوی که همیشه در حال به دست آوردن است، اما هیچ وقت سیر نمی‌شود. یکی دیگر از نتایج این وضعیت تکه تکه شدن توجه ماست. امروزه تمرکز ما ارزشمندترین چیزی است که داریم، اما هر لحظه توسط اعلان‌های گوشی و اخبار زرد فضای مجازی دزدیده می‌شود. وقتی ذهنت همیشه درگیر مسائل سطحی و کوچک باشد، دیگر وقت و توانی کافی برای فکر کردن به مسائل بزرگ و ریشه‌دار باقی نمی‌ماند. در نهایت تو به جای اینکه سازنده اتفاقات زندگیت باشی، تبدیل می‌شوی به کسی که فقط به اتفاقات واکنش نشان می‌دهد. احساس می‌کنی در داستان زندگی خودت تبدیل شدی به یک تماشاگر که کنترل فرمان از دستش خارج شده است. این فاصله گرفتن از خود واقعی روی رابطه‌های ما با دیگران هم اثر عمیقی می‌گذارد. وقتی تو بخش‌های مهمی از وجودت مثل احساسات واقعی یا ترس‌هایت را پنهان می‌کنی تا فقط آن نقاب موفق را به دیگران نشان بدهی، رابطه‌هایت هم سطحی می‌شوند. در واقع تو با نقاب دیگران در تماسی، نه با خود آنها. مارتین بوبر، فیلسوف آلمانی، میگفت ما معمولاً به آدم‌ها به چشم آن نگاه می‌کنیم، یعنی مثل یک شی یا وسیله که قرار است نیازی از ما را برطرف کنند. مثلا کسی را می‌خواهیم که فقط تاییدمان کند، یا تنهاییمان را پر کند، یا به جایگاه اجتماعیمان کمک کند. وقتی خودت را به عنوان یک انسان کامل و با تمام ابعاد، حتی ضعف‌هایت، قبول نداشته باشی، دیگران را هم نه به عنوان یک انسان یگانه، بلکه به چشم ابزاری برای پر کردن خلأهای خودت می‌بینی. نتیجهش می‌شود همین تنهایی در اتاق شلوغ. ما با هم هستیم، اما چون از ترس قضاوت شدن خود واقعیمان را پشت نقش‌هایمان پنهان کرده ایم، هیچ وقت یک ارتباط عمیق و قلبی را تجربه نمی‌کنیم. اگر این مسیر را تا انتها برویم، به نقطه‌ای می‌رسیم که وقتی در آینه نگاه می‌کنیم، دیگر خودمان را نمی‌شناسیم. آنقدر با خواسته‌های دنیا سازگار شده ایم که دیگر یادتان نمی‌آید واقعاً چه کسی بودیم و چه می‌خواستیم. تغییر واقعی از جایی شروع نمی‌شود که تصمیم بگیری دنیا را عوض کنی، بلکه با یک نگفتن آرام و محکم در درونت شروع می‌شود. این همان لحظه است که می‌فهمی بهتر شدن لزوماً به معنی بیشتر کار کردن یا بیشتر داشتن نیست. جامعه معمولاً از تو می‌خواهد که اگر مشکلی داری، آن را سریع درمان کنی تا دوباره به چرخه تولید برگردی. مثلا اگر اضطراب داری، میگوید زود آن را ساکت کن تا بتوانی به همان شغلی برگردی که خودش عامل اضطراب توست. اما طغیان واقعی یعنی اینکه بفهمی این حال بد گاهی یک پیام است. پیامی که میگوید این مسیر تو نیست. نخستین قدم برای این بیداری آشتی کردن با همان بخش‌هایی است که جامعه از تو می‌خواست پنهانشان کنی. کارل گوستاو یونگ معتقد بود انسان با تصور کردن نور به روشنایی نمی‌رسد، بلکه با آگاه شدن به تاریکی‌های درونش رشد می‌کند. آن خشم یا غمی که درونت حس می‌کنی دشمن تو نیست، بلکه نگهبان مرزهای توست که میگوید به تو ظلم شده یا جایت اینجا نیست.
وقتی به جای سرکوب کردن به این احساسات گوش می‌دهی، دیگر یک آدم تکه تکه و ضعیف نیستی که بشود به هر طرفی هلش داد، بلکه به یک انسان یک پارچه تبدیل می‌شوی که ریشه در حقیقت خودش دارد. در نهایت باید مثل دیوژن، فیلسوف یونان باستان، شجاعت ساده بودن را پیدا کنیم. معروف است که دیوژن در روز روشن با چراغ در شهر میگشت و میگفت دنبال یک انسان واقعی میگردم. او تمام زرق و برقها و نمایشهای قدرت را مسخره میکرد تا نشان دهد ارزش انسان به داشته‌هایش نیست. برای رها شدن باید حاضر باشی گاهی در نگاه جمع، عجیب یا ناهمساز به نظر برسی. یعنی ترجیح بدهی با حقیقت درونیت زندگی کنی، حتی اگر به اندازه بقیه لایک نگیری یا تایید نشوی. این همان زندگی اصیلی است که ژان پل سارتر از آن حرف میزد. این که بپذیری تو مسئول ساختن معنای زندگیت هستی و هیچ الگوریتم یا ساختاری نباید برای تو تصمیم بگیرد که چه کسی باشی. فردریش نیچه، فیلسوف بزرگ و اثرگذار آلمانی، در کتاب معروفش چنین گفت زرتشت، استعاره جالبی برای رشد انسان دارد. او میگوید روح انسان برای رسیدن به معنای واقعی باید 3 مرحله را طی کند. 1. شتر. در این مرحله روح فقط بار سنت‌ها، انتظارات و بایدهایی را که جامعه و دیگران روی دوشش گذاشته‌اند حمل می‌کند. شتر نماد اطاعت است، کسی که فقط میگوید چشم و زیر بار سنگین قضاوت‌ها و الگوهای تکراری موفقیت خم می‌شود. شیر. برای رسیدن به آزادی، روح باید به شیر تبدیل شود. کار شیر این است که در برابر آن اژدهای بزرگی که روی هر پولکش نوشته شده تو باید بایستد و یک نه مقدس بگوید. این نه به معنی پس گرفتن حق انتخاب است، یعنی نگفتن به زندگی که دیگران برایت نقشش را کشیدند. اما نیچه میگوید شیر بودن کافی نیست. مرحله نهایی تبدیل شدن به کودک است. کودک نماد آغاز نو، بازی و معصومیت است. کودک کسی است که بعد از آن نگفتن بزرگ حالا میتواند به ارزش‌های خودش بله بگوید و با خلاقیت زندگی خودش را مثل یک بازی لذت بخش از نو خلق کند. او دیگر نمی جنگد، بلکه با شادی معنای خودش را می سازد. بعد از تمام این بحث‌ها به یک حقیقت ساده اما تکان دهنده می‌رسیم که کل مفهوم شکسته بودن را تغییر می‌دهد. حقیقت این است: تو هیچ وقت خراب یا در هم شکسته نبودی. تو فقط با خطکشی سنجیده می‌شدی که برای اندازه‌گیری روح انسان ساخته نشده بود. اگر آن حس فشار در سینه یا آن تردید پنهان را داشتی، به خاطر این نبود که مشکلی داری. در دنیایی که فقط به دنبال سود و کارایی است، هر انسانی که بخواهد آگاه بماند، احساس ناسازگاری می‌کند. آن اضطراب یا آن حس غریبگی با دنیا در واقع سیستم ایمنی روحت بود که داشت به یک محیط ناسالم واکنش نشان میداد. در فرهنگ ژاپن هنری به نام کینتسوگی وجود دارد. وقتی ظرفی سفالی می‌شکند، آنها تکه‌ها را دور نمی‌ریزند، بلکه ترک‌ها را با طلا به هم می‌چسبانند. با این کار آن ظرف نه تنها تعمیر می‌شود، بلکه ارزشمندتر و زیباتر از اولش می‌شود، چون حالا داستانی برای گفتن دارد. زندگی تو هم همین طور است. آن ترک‌ها و شکاف‌هایی که در وجودت حس می‌کنی، جاهایی نیستند که تو در آنها فرو ریخته‌ای، بلکه دقیقاً همان جاهایی هستند که می‌توانی با آگاهی و معنا، یعنی همان طلای وجودت، آنها را پر کنی. این ترک‌ها همان جایی هستند که تو را از یک مهره تکراری به یک انسان منحصر به فرد تبدیل می‌کنند. وقتی بپذیری که لازم نیست حتما شبیه کلیشه‌های آدم موفق باشی، دیگر نمی‌توانند با ترس از عقب ماندن یا تنها ماندن تو را کنترل کنند. چون می‌فهمی که اصالت داشتن بهای خودش را دارد و این بها گاهی کمی متفاوت بودن است. رنج تو یک نقص نیست، یک سوخت است برای پرواز. بعد از تمام شدن این ویدیو، بلافاصله سراغ ویدیوی بعدی نرو. 30 ثانیه در سکوت به تصویر خودت در آینه نگاه کن. اگر آنجا غریبه ای را دیدی که دلت برایش تنگ شده، برگرد و به جمع ما ملحق شو.
شاید ایستگاه بعدی همان جایی باشد که منتظرش بودی.